برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، صبح که از خواب بلند شدی با همون زبون خودمونید یه سلام به امام زمان بده. السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا دست ما رو بگی، امروز من زمین نخورم، امروز دچار گناه نشم، دچار لغزش نشم. شما پدر ما هستی، پدر این امتی. انا و علی ابوا هذه الامه. آقا دست بچه‌هامو بگی، دست خانواده‌مو بگی، من زورم نمیرسه، تو کمکم. شب که میخواید بخوابید یه سلام به امام زمان بدید، السلام علیک یا صاحب الزمان. با همین زبون خودمونیتون. خدا رحمت کنه آی بهجت رو. میفرمودن که صداتون قبل از این که از زبان و دهان خودتون به گوش خودتون، که یه وجب هم فاصله بین دهان تا گوشتون نیست، قبل از این که از دهانتون به گوشتون برسه به گوش امام زمان رسید. بگید با همین زبون خودمونیتون، بشینید درد و دل کنید با امام زمان، حرف بزنید با حضرت، یاد او باشید. شما وقتی برای امام زمان دعا کنید، او برای شما دعا نمیکنه، او دست ما رو رها میکنه. به والله قسم اگر کسی دستشو به دست اونها بده، اونا که رهاش نمیکنن، که کمکش میکنن.